سلام دوستان، محمود هستم. با من باشید با برنامه پشت صحنه. خب قبل از هر چیزی یه توضیح بدم در مورد برنامه پشت صحنه. پشت صحنه همینجور که اسمش معلومه مربوط به قضایای پشت صحنه میشه که عموماً شاید بیشتر از همه ما در مورد پشت صحنه فیلم ها شنیده باشیم. اما در زمینه موسیقی هم ما پشت صحنه‌ای داریم که من به پشت صحنه ها میپردازم. از جمله این که مثلا یک آهنگی که هیت میشه، پشت صحنه اون چه افرادی زحمت کشیدن، یا پشت صحنه یک خواننده که میخونه چه کارها و تلاش‌های انجام میشه. پس برای اولین قسمت با هم میریم چند تا آهنگ گوش میدیم. اون روزو میبینم بگردی دنبالم، بپرسی از همه هنوز دوست دارم. به این فکر کنم چی موند ازت برام، به این فکر کنی بدون تو کجام، نگاه کنی برات چی مونده از شکست، پلایی که یه شب پشت سرت شکست، ندونی از خودت. این گناه من نبوده که تو رو یه کمی دیرتر از اون دیدم. تو با من باش و یه کاری کن بره، یادش از دنیای دیوونه من، بذاری خونه به هم حسی بده که بشه صداش کنم خونه من. توی عکسی که ازش مونده خیره میشم و دلم میلرزه، چی تو این نگاه غمگین دیدی که به خنده های من میارزه. حتی به حرف خودش پشت کنه، دستشو رو صورتت مشت کنه، از یه جایی نمیشه درکش کنی، از یه جایی نمیشه ترکش کنی، از یه جایی نمیشه دا کسی بود، از یه جایی نمیشه تنهایی رفت، از یه جایی نمیشه چیزی نگفت، از یه جایی نمیشه به جایی رفت، از یه جایی نمیشه با کسی بود، از یه جایی نمیشه تنهایی رفت، از یه جایی نمیشه. خب آهنگ هایی که شنیدید در واقع کاری بوده از اکثرا تنظیم هایی بوده و یا آهنگسازی هایی بوده از آقای سعید زمانی. سعید زمانی اولا از تنظیم کننده مورد علاقه منه، من واقعا تنظیم های ایشون رو دوست دارم و سعیم میکنم توی یک برنامه با ایشون اگر بشه و موقعیتی پیش بیاد مصاحبه ای از نزدیک داشته باشم. اما آقای سعید زمانی تاریخ تولد 1367 15 شهریور ماه. سازهایی که ایشون کار میکنن از پیانو و کیبورد هستش. محل تولد شهر بندر لنگه می باشد. از افرادی که ایشون باهاشون همکاری داشتن میشه به روزبه بمانی، شادمهر عقیلی
عرضم به حضورتون نیمای مسیحا، علی زند وکیلی، علیرضا عصار و همکارای زیادی داشتن ایشون و من چیزایی که اینجا دارم میبینم رو براتون اسم میبرم. بذارین دیگه نگاه کنم. با آقای معین همکاری داشتن، با ابی عارف، عرضم به حضورتون محمد علیزاده، فرزاد فرزین، مرتضی پاشایی، سینا شعبانخانی و الی آخر. آقای سعید زمانی همونجور که گفتم از تنظیم کننده‌های مورد علاقه من هستن و خب تنظیم های بسیار خوبی دارن و میریم با هم چند تا دیگه از تنظیم هاشون رو بشنویم. هدف من از این برنامه بچه ها معرفی افرادی است که پشت صحنه کار میکنن و شاید خیلی از شماها نشناسیندشون یا در واقع اسمشون رو نشنیده باشین، ولی در واقع زحمت های زیادی میکشن که یک آهنگ به شما برسه. از جمله افرادی که هستن آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده ها و صدا بردارها و مهندسین صدا که کارها را میکس و مستر میکنن و خیلی افراد دیگر، شاعرها، اینها هستن. من در این برنامه این افراد رو به شما معرفی میکنم و یک بیوگرافی مختصر و سعی میکنم بیشتر رزومه و کارهایی که انجام دادند را با شما در میون بذارم. میریم با هم چند تا از آهنگ‌های دیگه‌ای که آقای سعید زمانی کار کردند رو میشنویم. پس تا اینجا از طرف من با شما خدا نگهدار. کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره؟ کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محاله مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟ کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم؟ دلم میخواد بدونم این مدت کجا بودی، چی کارا کردی که دیشب با اون وضعیت تو اون جاده با اون لشو روزگار دیگه آدم ها عوض میشه. من همونیم که تو هیچ کسو جز اون یادت نیست، اونی که تو این خیابونای خیس پیشت نیست. من همونیم که دوریش فکر تو درگیر کرده، اونی که نیست ها کنه دستاتو الان که یخ کرده، اونی که روز تولدت منتظری برگرده. هر جایی بری با تنهایی آخه خنده های تو برای من بود. دست تو ول میکنم اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو. بعد من
هر کی بیاد من ازش عاشق ترم. بعد من هر کی بیاد من ازت نمیگذرم. تو نمیتونی بری وقتی عاشقی هنوز، هرچی از تو بشنوه به خودم